سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به مجموعه نوبهار خوش اومدید. امروز اولین جلسه است و قراره که با سرشونه شروع بکنیم. برای تمرین امروز اگر بند یوگا دارید بند یوگاتون بیارید. اگر بند یوگا ندارید از یه شال سر استفاده کنید. به هیچ عنوان از کش پیلاتس استفاده نکنید. کش پیلاتس کش میاد و من یک چیزی که کش بیاد نمیخوام. میخوام یه چیز سفت باشه. و اینکه امروز میخوایم حسابی روی سرشونه ها کار بکنیم، روی قوزمون، روی این مدل نشستنمون و هر چیزی که این درد رو یه ذره بندازه، این گره های شونه هاتون رو کم بکنه. چیز خاص دیگه ای لازم ندارید. برید وسایلتون رو بردارید بیارید روی مت، میبینمتون. خب بریم برای شروع. تمرینات خیلی ساده ایه. یک مدل مشابه همین ویدیو رو هم من توی یوتیوبم دارم. اگر که دوست داشتید میتونید علاوه بر این که الان داریم تمرین می‌کنیم اون ویدیوهای یوتیوبم نگاه کنید. اینا همه تمریناتیه که خوراک کارمند است. میخوام بندتون رو باز کنید اندازه‌ای که براتون خیلی باز و راحت باشه، یعنی فاصله زیاد باشه. خودتون میدونید که میتونید این فاصله رو هر چقدر تنگ‌ترش بکنید، کوتاه‌تر کنید فاصله بین دو تا دستتون رو. حرکت خب قاعدتاً سخت‌تره و اگر میخواین سخت‌تر کار بکنید خب این کار بکنید خیلی بهتر، مخصوصاً اگر شاگرد من بودید و مدت هاست که ما داریم تمرین رو میکنیم. هر چقدر که شما سخت‌ترش بکنید تمرین حرفه‌ای‌تر و فشارها کامل‌تر میشه. بند باز کنیم، دست رو بکشیم عقب، بیاریم جلو، عقب، جلو، عقب، جلو. چیزایی که باید حواستون باشه، باز تکرار میکنم، همه اینا رو قبلا تو ویدیو یوتیوبم گفتم. مچ دستتون همینطوری صاف میره عقب و میاد، پس یعنی هی نمیشکنم این مچ رو، آسیب میبینه. نکته دیگه اینه که تا جای ممکن سعی کنید آرنجاتون صاف باشه، مگر اینکه مشکل توی آرنج داشته باشید که در اون حالت لازمه که یک کوچولو حالت خم بگیریدش، ولی بهترین حالت اینه که این آرنجا صاف باشه. و نکته بعد اینه که ما به هیچ عنوان نمیخوام فشار به گردنم بیاد. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام اینجوری گردن رو بدید جلو. من تو کلاس به بچه‌ها میگم لاک پشت پیر. لاک پشت پیر نشید، این به درد نمیخوره. یعنی انقباض الکی به گردن میدید که ما اصلا نمیخوایمش. ادامه بدید شما. عقب، جلو، عقب، جلو، قفسه سینه باز. حالا همگی عقب نگه داریم، شروع کنیم ضربه زدن. 1. گردن راحت. 2. گوش از شونه دور. 3. نفس. 4. لبخند. 5. 6. 7. 8. 9. 10. آروم بیایید به سمت وسط. اگه خیلی شونه هاتون اذیت بوده یک کوچولو رولش کنید عقب، رولش کنید جلو. حالا میخوام یه قدم بندتون رو تنگ‌تر کنید. بریم عقب، بریم جلو. تمامی نکات رو رعایت کنید، هر آن چیزی که تا به الان گفتیم. عقب نگه دارید، لبخند، شونه ها رها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آروم بیاریدش به سمت وسط. دوباره یکم به شونه ها استراحت بدید و بریم سراغ ست آخر که تا جایی که میتونم تنگش میکنم. ممکنه که دیگه تا همین بالا فقط بتونید بیارید، هیچ اشکالی نداره. میارید بالا، برش میگردونید پایین. اگر میتونید که ردش میکنید. حواستون به گردنتون باشه، لبخند یادتون نره. عقب نگه دارید، ضربه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دست میاد پایین ولی همچنان دستتون رها نمیشه. فاصله تنگ‌ترین فاصله است، همونطور که تو ست آخر رفتیم، یعنی دستامو فاصله‌شو بیشتر نمی‌کنم. همینطور که هست، دست راست بالا، دست چپ کنار گوش. حواستون باشه مچ دستاتون رو چک کنید که جفتش صاف باشه، یعنی نشکسته باشه. جفت صاف. آرنجا جفت صاف. این یکی کنار گوش، این یکی کنار بدن قشنگ صاف و کشیده. همه این نکات رو که چک کردید، حالا ازتون میخوام ضربه بزنید. پهلوی راست رو میخوام بکشم. سعی کنید تا جای ممکن باسن سمت راستتون اصلا بلند نشه.
پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا. حالا بالا نگه دارید. قشنگ قفسه سینه باز. سعی کنید تا جایی که میتونید از پشت کتفا به هم نزدیک کنید. 10 لبخند. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. حالا دست چپ رو بذارید رو زمین. قفسه سینه‌تون رو باز کنید. نگاه به سمت سقف. مگر اینکه مشکل گردنی داشته باشید که نگاهتون روبرو بمونه. 10 قفسه سینه باز. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دست رو بکشید جلو. میخوام جای دست رو عوض کنم. دست چپم میره بالا، دست راستم کنار بدن. درست شد؟ همه نکاتی که اونور گفتم رو چک میکنم. حالا میپیچم به سمت راست، برمیگردم. به سمت راست، برمیگردم. یک کشش خیلی ملایمی تو پهلو میخوام فقط. بالا میمونم. قفسه سینم باز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دستم برسونم به زمین. اگه دستتون رو زمین نمیرسه حتما از یه آجر استفاده کنید. قفسه سینه باز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. آروم میام بالا. دوباره یه کوچولو به شونه‌هام استراحت میدم. قشنگ شونه‌هام میکشم جلو، میکشم پایین. حالا میخوام بندتون رو نه ست بعدیش هم برید، بعد دیگه بند باز کنید. با همین فاصله ای که بود دست راست بره بالا، دست چپ بره پشت. تا جایی که میتونید قفسه سینه رو باز کنید. 1 2 3. قشنگ سینه رو بکشید جلو. 4 5 6 7 8 9 10. جای دست رو عوض کنید. دست چپ میره بالا، دست راست میره عقب. 1 2 لبخند. 3 بکشیدش. 4 5 6 7 8 9 و 10. آروم بند رو رها کنید. دست رو از بند جدا کنید. یک کوچولو بهش استراحت بدید. خب بندتون رو میخوام کوتاه کنید. دولاش کنید. یک اندازه سرشونتون علامت بزنید. سرشونه میشه فاصله اینجا تا اینجا. هر کسی هم متفاوت. دو طرف بند و بند سرشونه بگیرید. دست بیاد بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، بالا، پایین. لبخند. قشنگ هر بار سر رو رد بکنه. هر بار یه قوسی انگار به کمرتون میدید. چکم داخل. حالا بالا ضربه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آروم میایید پایین. حالا بندتون رو بازتر کنید. دست میاد بالا، آرنجا خم میشه، صاف میشه، میاد پایین. انگار دارید وزنه یا هالتر میزنید. بالا، خم، صاف، پایین، بالا، خم، صاف، پایین، بالا، خم، صاف، پایین. دو تای دیگه. بالا، خم، صاف، پایین، خم، صاف، پایین. حالا خم نگه. انگار میخواین بند رو پاره کنین. 10. دستاتون میلرزه، میدونم مال منم داره میلرزه. 9 8 7. قفسه سینه باز. 6 5. بند رو پاره کنین. 4 3 2 1. خیش یه حال خیلی خوب باید تو کتفتون داشته باشید. خب حرکت بعدی رو من هم از جلو نشونتون میدم، هم از پشت بهتون نشون میدم. میخوام دست راست بیاد بالا، دست چپ از پشت. جفتش خم بشه، صاف بشه. خم بشه، صاف بشه. از پشت، ببخشید پشتم به شماست. دست راست، دست چپ. خم، صاف. خم، صاف. درست شد؟ پس حرکت اگه هم متوجه شدید بریم با هم. خم، صاف.
خم صاف، خم صاف، خم صاف. حالا همگی خم نگه دارید. اگه دستا به هم میرسه که دستا همون میگیره. اگر نمیرسه احیانا بندتون رو میگیرید با اون یکی دست بند رو میگیرید تا بتونید بند رو بکشید. این شکلی میشه تقریبا. درست شد؟ خب بریم ما هم دیگه نگهش داریم تو کشش. 10 9 8 7 6 5 قفسه سینه باز 4 3 2 1 آروم دست رو رها کنیم بریم طرف دیگه. خم صاف، خم صاف، خم صاف، خم صاف، خم صاف و خم نگه دارید. یا دستا به هم میرسه یا بند. 10 لبخند 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1 آروم دست رو رها کنید. استراحت به شونتون بدید. آخیش. خب تمرین ما اینجا تموم میشه. شما میتونید برید بقیه حرکات دست یا قفسه سینه رو بزنید و در نهایت پل و شتر رو تمرین بکنید. میتونید هم نه شاواساناتون رو انجام بدید و تمام. همین که امروز برای خودتون وقت گذاشتید 10 دقیقه روی این متن نشستید شما برد کردید. تمام. خسته نباشید. امیدوارم از تمرین لذت برده باشید. دوستتون دارم و امیدوارم تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. نماسته. خسته نباشید.